کجا شدن اینها؟ چرا نامدند؟ شاید در چراغک ایستاده باشند. نباید اینقدر دراز میکشید. با خدا نمیدونم. سردارم یک زنگ زنم. چی شد سردارم؟ تلفن رو خاموش کرد. ماشین را گردان، برمیگردیم. مایل سردارم. زودتر زودتر. چی شد؟ چرا برمیگردیم؟ تجاشین دهانت را پوش. تو آدم بری ماشین را ران، جانمان برآمد آخر. شهادت نامه رانندگی را از دکان خریدی. یک کس دیگر آگاه نمیکنم و تو خاموش شو گفتم. سردارم برای بردن شما آمدم. برات؟ بران رو با ماشین ببرید. مرحمت آقا، مرحمت. شما کی هستید؟ ما رو برات به اینجا آورد. برای شما آمده. با من چی کار میکنید؟ منو میکشید؟ نه، شما رو نمیکشیم. برای نجات شما آمدیم. شما راست میگویید؟ جناب خودتون رو خسته نکنید. سرعت را تستر کن. گاز را زیر. مایل سردارم مایل. گاز را زیر کن. انیق چیزی رخ داده است. انیق. آقا گروه دیگر رسیدنش ممکن است. زودتر رفتنمان در کار. شد. بیاید رفتیم. دستان تو چی کار میکنی؟ دستان این خواهینی رسید را نبر. التماس نبر. مرا ببخش جان. امانت از من است. برای چنین کار غمگینم. دیروز به ما کمک کرده بودی. با نقشه من عقل تو نمیگیرد. راه من دیگر از جورا جان. راه من دیگر. از این خلاص شویم. میآیند. رفتیم زودتر. دیگه خوب هستید؟ خوبم سردار. لیلا خوبه. تفرق خوبم سردارم. خوب. کیگید؟ اپای لیلا خوب هستید؟ سردارم بران را بود. خوبه. میندو بران را بود رفته ایستاده است. ترکیبشون کنید. شد میرویم. کلا پشت را بامدید. مرحمت سردارم.
که این حادثه چه خیلی شد؟ نمیدانم. ممکن چراغک‌ها رو تحت نظارت گرفتند. ماشین را زدند. چی شدنش رو هم نفهمیدیم. میگویید یکی ممدوح بود. خیری تو چی اینقدر که ممدوح میگویی؟ مایلش خیر کسی که باشد. برات با من چیکار میکنید؟ مرا میکشید؟ چه خیلی کشتم. من قرضم رو پرداخت میکنم و من حیاتی دویم بخشیدی. اکنون نوبتی من است. آده مرا گوش کن. ماشین سیاه رقم دولت 34 261 در روی بشیکتش است. در حال تعقیبش بکن. پلیس از قفای ما شده است. من این طرفش رو میبینم. تلفن بکن ماشین دیگر رو تیار کنند. اما ماشینت را زودتر ران. با شما نزدیک شده ایستاده. آماده باش. سر میکنیم. خوب هستید پلیس؟ خوب هستید؟ تیر خوری کردم. خوبم کل شما خوب هستید؟ خوبم بسیار ترسیدیم. شد آرام باشید بچه ها بازرسی автомобили رو زنگ زنید. آتیف ماشین رو گم کردم. فهم آتیف. من سرداری بخش مبارزه علیه تروریسم نجیب یلمز. اطاعت. با من بیایید. ماشینی در پیش رو باید نگاه دارم. اطاعت سردار. ماشین رو گیرید. هر چیز زودتر آرام شوید. خاله شما خوب هستید؟ خوبم آرام شوید خاله. همش گذشت. بچه ها رو آرام میکنید. گذارید. دستار. دستاورده رو کشا. دستاورده رو ببینم. زودتر. همه فراد از ماشین. ایستید نپرانید. در ماشین بغیر من کسی نیست. خودتو کی هستی؟ نفری به من 1000 لیره داد که ماشین رو با جای گفتهش ببرم. کسی نیست سردار. والا من یگان گناهی ندارم. التماس مرا آزاد کنید. برو بره. والله زنات احمقا گویا پریده رفتن. این آدم را به مرکز ضد ترور ببرید. اطاعت سردار. بیانات نویسد. چیز امید ندارم اون. تو ممدو حتما به دست میافتی. چی شد سردارم؟ ایسایشون رو گم کردیم. بران را از دست دادیم میگید. اکنون چیکار میکنیم سردارم؟ دیگر علاجی نیست. پیکاز و توز رو به سود میبریم. بعد باز میبینیم. بیشرف ها. وضعیت رو با آقای من سر میرسونم. میفهمم سردارم. خیره جمع شوید میرویم. مایلش میرویم. توپرک میرویم. لیلا میرویم. از آتیف میپرسیم اکنون. لبای سردارم. آتیف مرا خوب گوش کن. من سر را یافته نتوانستم.
کمی پیشتر به ما هجوم کردن. چی؟ برام فرار کرد. فهما شما خوب هستید سردارم؟ بله خوبم. پیکاس و واتوز با ماست. آقای مسر میرسونیم. هر دوشون رو به سود میبریم. فهمیدم سردارم، من میرسانم. آخه میرسانم، گفتم و من چه میرسانم این خبر رو. آقای مظهر، من میخواستم. چی شد؟ چی میخواهی؟ میدانید کمی پیشتر نجیب سردار زنگ زده بودند. خیر؟ به دادگاه رسیدند آخر؟ نه، آنها دچار حمله خائنان شدند. تو چی ها میگوی عاطف؟ افسوس آقای مظهر، بران فیران کرده است، اما پیکاس و واتوز در دست آنهاست. چه خیر شده است؟ شد تلفن را به من ده، زودتر. حاضر. ممدوح گفته هایش رو کرده میتواند. مینیک بران نباشد کاری کرده نمیتوانیم. برام خودش کی است عزیزه جان؟ آرزو خوش آمدی. در کجا بودی؟ تو را یافته نتوانستیم. قریب بود که من بمیرم، شما اینجا نوش جان دارید. چی شد دختر جان؟ خیلی مردن؟ از بیمارخانه می آیم، مرا زهر دادند. کی؟ ممدو کرد مگر؟ چه خیلی ممدو؟ چه ارتباطی دارد؟ او نمرده است؟ او هم مثل تو در نجات موفق شده است. ممدو زنده است مگر؟ این خیل باشد کی تو را کشتنی بود؟ نوربانی جادوگر. بچه‌هایم زهر انداخت. این را ببین. کسی حرکت نکن. چیکار؟ شما کی هستید؟ با ما میرویم. با کجا میرویم؟ سوال ندید، گفته هایم را اجرا کنید. نه، با یگان جا نمیرویم ما. این خیلی باشد. مادامی که شما میخواهید و تا به اینجا زحمت کشیدید، ما میریم. بسیار گپ نزن، میرویم زود. تمام، منم میریم. سر دهید مرا. من جانم، من رفته اسلام سرتی من. حدی اقل گوید که شما رو کیرمون کرد. رفتی خودت میبینی. سر ده مرا. دروی زودتر. دیگر در را نبینید نجیب. تشکر آقای دادستان. وسایط اخبار عام مشتاق خبری فراری بران است. آقای دادستان دیگر حاجت سخن نیست. شکر که به شما چیزی نشده است. برام. خرسند شدم که این کار به آرامی حل شد. آماده ایستادند. سود را چکار میکنیم؟ این هر دو را میبراره میکنیم. کاری میکنیم که بران را باید دستگیر کنیم. اسب را گرفته اسکوده را عبور کرد جناب دادستان. هر ضرب المثل را در هر جا نمیگویند دیگه است. برای مثال در این حالت آب را ندیده موزه نکش میگویند. به فکر من در این مدتی دراز حبس وقتی زیاد داری که آیدی این موضوع ها بسیار فکر بکنی. این کار شما را حکم قتل به قانون می نامند. سود تمام نشده درباره حبس طولانی گپ میزنید. جناب دادستان فراموش نکنید که تا اثبات جنایت همه بیگناه است.
بله بیگناه است. جناب پیکاس، تو خود مسئله حکم قتل بیقانونی را خوبتر میدانی. اگر ندانی هم درست را خوب تیار کن پیکاس. سودیت تمام موضوع ها را یکایک میپرسد. بعد نگویی که از موضوع تیار نبودن پرسیدید. همه کاری من آشکارا است دادرم، به همش جواب میدهم. این خیلی باشد مرحمت به طلا رسید. حسابات دادند را جهانیان ببینند. استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان، این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکند. از روز مبارک جمعه 11 می در تمام نقطه های فروش مواد اودیو و ویدیویی این نسخه را دسترس کنید. تلفن برای معلومات و درخواست 907 79 28 28 و 907 59 28 28. همصدای دل شما. زودتر فراید. انا تمام فرامدم. بیا عزیز جان، و کجا آمده این خیل؟ صبر کنید، حتما بویش میبراید. زودتر با این طرف. از ما چی میخواهید؟ یگان چیز بگویید آخر، یگان شرح دهید. کی خواست که ما رو به اینجا بیارید؟ با من نگاه کنید، ما رو دیوانه نکنید. شنیدید؟ ما رو دیوانه نکنید. چی کار میکنی؟ آرزو جان کمی آرام شو. چه خیلی آرام شوم؟ چرا آرام شوم؟ گوش کن مرا، آرام شو وگرنه گیر این رو دخترم، گیر. چه اینقدر داد و فیغان میکنی؟ این برات هست کو؟ برات؟ حیران شده؟ کاری تو بودن رو باید تخمین میکردم. برا دادرم این چه حال است؟ چرا ما رو به اینجا آوردی؟ با شما خوشخبری دارم. 2 نفر اعضای گروه ارکین کاندو با تخلص پیکاس قبیله شاهین و با تخلص و تاز مراد شفق به صد و به حضور شما آورده شدند. قبیله شاهین به حیث یکی از راهبران گروه ارکین کاندو برای خللدار ساختن ساخت سیاسی کشور با قوه‌های نظامی خود جنایت‌ها و سوءقصدها تشکیل نموده، در چندین کشتار و سوءقصدها سپارش و راهبری نموده. اینچنین در تشبث برای برهم زدن ساخت قدرتی او گناهکار دانسته می شود. یگان گفتنی دارید؟ محترم سودیه، همه این عیبدار کنی بافته است. من گناه ندارم. همه این عیبدار کنی را رد میکنم. فهما شنید؟ مراد شفق با تخلص و تاز در گروه ارکین کاندو به حیث تیرانداز در یک چند جنایت‌ها شخصا اشتراک و راهبری نموده. گروه تیراندازان را در وقت عملیات با یراق تامین نموده است و حیث یک اغواگر مردم را به اعتراض بیان کنی دعوت نموده است
نسبت ساختار قدرتی متهم دانسته می شود. یگان گفتنی دارید؟ بله محترم سودیا. همه این عیبدارکنی ساخته است. مرا تهمت کرده ایستادند. من این گناه را به گردن نمیگیرم. شنید آقای دادستان، یگان گفتنی دیگری دارید؟ دیگر گفتنی نیست محترم سودیا. قرار قبول شد. قرار 2 نفر راهبران گروه ارکین کاندو، پیکاز و تاز در حضور ایشان خوانده شده با سبب عیبدارکنی در جنایت‌های مختلف برای به حبس گرفتن قرار قبول کرده شد. میبینم از دیدن من نه اونقدر خرسندید. نه، چرا خرسند نشوم؟ نقشه کشتن من رو نداشتی، همین کرده. من از پیش خودم این رو میبافم. این مسئله با من علاقه ندارد، فهمیدی؟ امری برام بود. به فکرم یگان نفهمید در بینتون شده است. این خیلی باشد محترم برام را میپرسیم. کی را میبینم محترم بران جانم، افتاب یگانه دعوایمون. نمیدانید که از دیدارتون چقدر خرسند شدم. سلام. ای بران جانم، از دست آن آدمان چه خیل نجات یافته؟ رحمت به برات، حیاتش را در خطر مانده مرا نجات داد. قریب بود که بمیرم از روی بعضی ها. سردارم، من در این کار عیبی ندارم. پس فکر خیانت کردن برات رو از کجا آوردی گپ زن؟ تو میدانی وای برای نجات من جانش را دریغ نداشت. حتی نفرانی که نزدیکشان میخواندم هراسیده بودن. بگو آرزو خانم، کدام طرف این خائن است؟ سردارم، در ماشینم برای گوش کردن جهاز مونده بود. حالا هم دروغ میگویی. آخر سردارم، خاموش، وگرنه زبانی درازت را میبرم. خوب پیکاس، راهمون در اینجا جدا می شود. باز وا میخوریم نجیب. البته از اینجا هم راهی برآمدن را میابیم. والله به جای شما می شدم از حاضر کندن را سر می کردم. یعنی در 30-40 سال اگر هر روز 1-2 سانتیمتر کنید در 70 سالگیتان می برایید. شاید تا آن وقت آدم شده برایید، همینطور نه؟ یگان احتیاج شد رقم تلفنم رو داره پیکاس. زنگ میزنم، خواطر نشو. خدا نجاتتان دهد پیکاس. بزرگ مرا باید گوش کنید. من گناهی ندارم. برات هممون را با تو خاموش شو میگویم. یک لحظه سردارم، آرزو در این کار عیب ندارد. چه خیل ندارد؟ همه کار از سر سینون سر زده است. شبهه کرده است که میان من و آرزو ارتباطی هست و با بیماری رشک دچار شده است. با آرزو دام انداخته به طرف من روانش کرده است. نزد شما آمدن آرزو نادرست نبود. این سخنها راستند؟ بله جناب. سینون در خانه با من رفتاری بد کرد.
باور بران دارد که میانی من و برات علاقه هست. به این رفتار من هم باور کردن میخواستم. در این وقت از دست دادن کسی را نمیخواهم. این خیل باشد از برات بخشش پرس، مسئله پوشیده می شود. من بخشش پرسم. آرزو کشاله نکن، چی گویم همون را بکن. آرزو بخشش پرس. برات مرا ببخش. آفرین آرزو. قبول کردم. دعوا از همه مهمتر است، حتی از قهر و غضبمون، از همه. کاش که همه به مثل تو کامل باشد برات. کاش که در حال حاضر از همه زیاد به متحدی احتیاج داریم و آن را هم با شم میکابیم. همه چاه یکدیگر را میکنند. منیک لبه سردارم. سنان در کجاست؟ نمیدانم، شاید در خانهش باشد. رفته گرفته بیاره و هم به کارهایش جواب دهد. زودتر بیاره. اطاعت سردارم. با اجازت شما سردارم. همه دوست های دیرینه همینجا. زودتر کشا. خدا مددگار. من کار خودم را خودم میبینم. بین همینیتی بسیار ایستادن را ندارم. چی حاله که شود شدن گیرد؟ شما رو در اینجا دیدم برای ما خرسندی است. این چه سخن است؟ انتظار بودد که زندانی شوم. نه این خیل نگوید. شما رو دیدم برای همین گفتم. شد. خب میلش. آمدنتون رو فهمیدیم. گفتیم با احترامتون خوش آمدید بگوییم. یک دو چی تیار کردیم. راه رو کشایید. مرحبا. تو دارید چی دید؟ انا شد. یک جایه میشه. البته. بطاس تو میبینی پیشوازگیری انا همین خیل میشود. خوش نوشی جان میکنیم. خیلی عالی جناب. این خیل در بیرون هم یافت نمیشود. اشتیایتون لازم میشود. اشتیایتون بچه ها امشب برای همه مناسب است. چی گفتی؟ سودی بزرگ را تشکیل میکنیم. با فکر من آقای پیکاس هم امشب همینجاست. کار را با اتمام رسید. چه سود است؟ امشب بدار و ویخت شونده ها، اعدام شونده ها معلوم میگردد. خائن ها رو سود میکنیم. ما هم فخر میکنیم که در این شب شما در بینمان هستید. شد نباشد. امشب ما هم میبینیم که گوسفند سفید و گوسفند سیاه چخیل به میدان میبرایم. چه خیل چونین احمق شدم من دخترم. چه خیل این رو کردم. چه خیل. چرا این مار را باور کردم. سینان این کارهایت را چگونه جواب میدهی؟ در اینجا چی کار دارید؟ دفع شوید. روید از خانم. باز چی میخواهید؟ سینان جانم آرام شو. رو از اینجا شیطان کلاهدار. چرا آرام میشدم؟ آرام شو سینان. برای کاری مهم اینجا آمدیم. بران تو را میخواهد. بران؟ چی شد؟ این مراتب از زندان میگریزد؟ نه، بران زندانی نشده است. چه خیل نشده است؟ برادر او در بیرون است. در بیرون پنهان شده است حالا و تو را دیدن میخواهد. مرا؟ البته خیلی مهم است. فهما
سردارم من وضعیت را شرح دهم. فهمو گذارید استراحت کنید. شما عیبی ندارید، فقط از این پس با دقت‌تر باید شد. راه افتاده نشوید بچه‌ها. اینقدر نزدیک شده بودیم، این کار خوب نشد. بران رو دیر و یا زود به عدالت تسلیم میکنیم. فرار کرد و جنایتکار بودنش اثبات شد، دیگر جای گریز ندارد. کاری کرده دستگیر میکنیم حتما. عیب یگان کس نیست، عیب من است. اگر گلویش را بوقی کردم میکشتم و هیچگاه فرار کردن نمیتوانی. شد این سخنها را بس کن. در کار ما سخنهای کار گذشته ذکر نمیشود، اما در همه جا کافت و کاوی او را آغاز میکنیم. کاری ما تنها بران نیست. کاری که خطاگی را قبول نمیکند انتخابی در پیش ایستاده است. این کار را باید ببینیم. این انتخابات را گروهی برای خود برد و باخت دنیا میبینند. خودشان را چون گربه میبینند که در کنج در آمدند. با ترس مجازی خود را به دست اجل میپرتایند. هممون باید با دقت باشیم، نباید سکوت کنیم. شیردل باشید، با طبع خوش و با هدف کار را آغاز کنید. زود 2 ماه هیچ چیز است. این امتیازی آخری نمان. من یک چند ماه است که سر نقشه های گوناگون و هدفدار فکر و عمل دارم. کدام موضوع؟ وقت شاید تو هم میفهمی. در حال حاضر بهتر است که من تنها دانم. سنان خوش آمدی. خوش باشد. چی شد؟ اینقدر خسته می نمایی؟ نمیدانم، این را از شما باید پرسید. در بین میمدوح و آرزو و تو کارهای بد گذشته است، یعنی پیشروی های ناخوش. در بعضی کارها آرزو را گناهکار کرده ای. بعدی شنیدن غمگین شدم. من هم مثل شما فکر میکنم محترم بران. گوش کن، پالیس در همه جا مرا کافت و کاب دارد چون فراری هستم. به زمین این تا انتخابات 2 ماه مانده است. حاضر وقتی خر کردن نیست. هرچی که شد فراموش میکنیم. حاضر وقتی آب کردن یخهای میمدو و آرزوست. البته باز از من هم. فهمیده؟ چی ایستاده ای؟ رفته دستی بران رو بوسه کن. بوسه کن و کار رو روپوش کن. من دست قاتل دخترم را بوسه نمی کنم. میمدو این آدم رو با کجا برده باشد؟ معلوم است که زیر کدام خاکی در آمده است. چند مدت نمی براید.
تا حد امکان ما هم کفت و کپ کردیم اما چیزی به دست نآوردیم. خدایا دیوانه میشوم. چه خیلی آسان از دست دادیم. برای دستگیر کردن این رزیل چقدر زحمت کشیدیم. بعد مثل صابون از دستمان لغزیده رفت. به خدا خودم را بخشیده نمیتوانم. خدایا خداوندا. میدانید که نوربانو و الپرین به خانه برگشتند. امشب به خانه من بیایید. یک جا نشینیم. برای بچه ها هم کمک من میشود. مساعد هستید؟ چرا نیست سردارم؟ البته موافقیم. من میتوانم. به خدا با من هم معقول. خیر. شام انتظار میشوم. من رفته تیاری میبینم. تا دیدم. تا دیدم. سینان چیکار میکنی؟ از جان سیر شدی؟ دروغ است مگر؟ هم دخترم را کشد و هم دستش را بوسه کنم. مینیک تو کاردار نشو. مادامی که آقای سینان را نسبتی ما احترام نمانده است، ما هم رفتاری میکنیم که آن را حق دارد. از پوچاقی که از آن برآمده ای خوشت نآمد. اکنون قاتل دخترت شدیم. گوش کن مرا و درونی چشمانم نظر کن. تو هیچ کس بودی، حالا هم هیچ هستی. اگر من نمی بودم نه مالدار می شدی نه ملکدار. گوش کن مرا. در خانه میشینی از خاطری من است. اگر پولدار شده باشی به خاطری من است. در همه چیز از من قرض داری. تا ته پوشکت از من قرض داری. سینان اگر من نمی بودم حاضر در بدر بودی، در کوچه ها خواب بودی. همه آنچه را صاحب هستی من دادم. مرا میشنوی یا نه؟ برای دعوا دخترت هم میمیرد، پسرت هم میمیرد، پدر و مادرت هم میمیرد. این شهر نمیخواهد. من هرچی که خواهم همان میشود. در آن ماشین نمی نشست. کاری شده شد. چیکار کنیم؟ با تو یک امتیاز دیگر میدهم. یا دست را بوسه میکنی و یا از دنیا میروی. حق به جانب شما. بر حسیاتم مغلوب شدم. اوبا اکنون مسئله حل شد. دعوا چی که خواهد برای ادا کردنش آمادم. به همه‌تان میگویم آنچه صاحب هستید همش از من است. پول داشته باشید از من است. در مردم اعتبار داشته باشید از من است. شما از خودتان نیستید. صاحب شما منم. فهمیدید؟ فهمیدم سردارم. فهمیدیم سردارم. فهمو سردارم. فهمیدیم سردارم. چی؟ برایم سردارم. برایت. همه برایت. کایمینیک تویست. با تو گپ دارم. چه خیلی ملاقات سردارم. گفته بودم از زندان پخش زنده برپا میکنیم. سودی بزرگ را تأسیس میدهیم. دادستان تو هستی. فراموش کردی؟ با جان دل سردارم. با جان دل. استفاده از کتاب مقدس قرآن با ترجمه زبان تاجیکی آسایش روح و برکت در زندگی هر مسلمان است. این کتاب آسمانی ما را سوی راستی و عدالت و امن و آسایش راهنمون میکند و برکت را در روزگارمان زیاده میگرداند و محض آن برکت و عدالت و آسایش تاجیکستان این کشور مردمان پاکتینت را باز هم شکوفته و آزاده میگرداند. استودیوی همصدا اکنون برایتان نسخه ویدیویی ترجمه قرآن کریم را با زبان تاجیکی و با آرایش خاصه پیشنهاد میکند.
аз рӯзи мубораки ҷумъа 11 май дар тамоми нуқтаҳои фурӯши маводи аудио ва видеоӣ ин нусхаро дастрас кунед. телефон барои маълумот ва дархост 907 79 28 28 ва 907 59 28 28. ҳамсадои дили шумо. شما تیارت سردارم؟ بله بله پیکاس، ما تیاریم. سردارم پیوست شده توانستید؟ نوا را دیده ایستاده ایم. مرافعه را آغاز می بخشیم. سخن به والا مقام کیمینیک داده می شود. راهبری سودی بزرگ و عزایان محترم، همچون سردادستان طبق صلاحیتی که سرقانون و قانونها به من داده است، پس از 4 سال زحمت‌های زیاد بعضی از کارمندان حکومت را برای خیانت بر وطن برای اعدام به حضور شما آورده ایم. طبق ماده های قانون جزا خیانت به وطن اثبات شده است و حالا هم در وظیفه های دولتی فعالیت میکنند. در آن روزی که کرسی دار از جانب سودیه ها به حرکت در آورده شود، آنگاه ما دادستان های حقیقی وطن می توانیم که به حضور خواب کنیم. لطفاً خاموشی. ادامه دیمینیک، خوب رفته ایستاده ای. از سال 2002 این جانب متخصصان سیاسی به کدام راهی که خواستند دولت را اداره کرده ایستادند و روش کشور را از چارچوبه برآوردند. کادرها قانون خیانت به وطن و ملت را هیچ ندانسته پارلمان را اشغال نمودند و مجلس را چون تالار ورزشی تبدیل دادند که وکیلان به دست بالا کنی و دست خم کنی مشغول می باشند. قرارهایی که چنین مجلس قبول می کند در شکل به حقوق مطابق باشد هم در اصل به حکم اصلی را صاحب نیست. راهبران این سیاست لایحه قوه‌های امپریالیستی تحت عنوان تقسیم کن، پاره کن، اداره کن، چون دیگر راهبران به یگان تردد اعلان دادند. این کادرهای سیاستی حاضره که غافل می باشند در همه کارهای شرق و غرب نقش نظررسی را به ذمه می گیرند و البته که برای محو گرداندن روش کشور خود نیست وظیفه را به ذمه گرفته است. کشورمان در نزد درهای قوه‌های امپریالیستی به زانو زده است و احتمال پاره شدن در خریطه می باشد. اشتراکچیان محترم، پرونده که منظور شما گردیده است این کادرهای سیاسی کشور را محو می گرداند و یا کشور اینها را باید که بدار آویزد. امروز سود همین سوال را جواب می دهد. این سوال 2 جواب ندارد، تنها 1 جواب دارد. این کادرهای سیاسی باید بدار آویخته شوند. پرونده که نزد شما است اعدام نامه نیست. این پرونده حکم کشور است. پیکاس، تو چی میگویی؟ همه قانون فهما محترم سودیه. این خیل باشد به دوستان حکم برارید. حکم را میبراریم. نفرانی که با جرم خیانت به وطن و ملت عیبدار دانسته می شوند و تمام مال و ملکی که به نام خود و یا به نام خویشانی نزدیک و دورشان ثبت شده است صورت حساب‌های بانکی نیز گرفته می شود.
لوازمات‌هایی که برای اعدام استفاده می شود از جانب نزدیکان پرداخت می گردد. به زمین‌هایی که برای این کار جدا شده است و از طرف کسی معلوم نمی گردد دفن کرده می شوند. برای چنین اقدام و فعالیتی که نشان داده شده است و گناه خیانت به وطن چون پرونده پیشکش نموده است به سرداستان کایامینیک ستاره دولتی تقدیم کرده شود. با او برای خدمت شایانش معاش بلندترین کارمند دولتی جدا کرده شود. و آن نفرانی که در این پرونده خدمت کردند و این کار را به ذمه گرفتند روز تصدیق گردیدن قانون همچون اعضای سود عالی تعیین گردیده عمر بود و تا به آخر با مسئولیت قدردانی کرده شوند. قرار با دستگیری اعضایان قبول گردیده است. زن پلیس را کوشد پلیس ها را نیز بود گردنشو شکنی کوشدان ها را زن پلیس اوه نجیب، اوه مظهر، شیر بچه هم یگید. سروزیر و دادستان زکی یحیی. همچون راهبری سود همه دلیل ها را به نظر گرفته قبیله شاهین و هیئت او را برای خدمت های شایانشان برای وطن قدردانی نموده برای تطبیق قرار قبول شده سود عالی به طور عاجلا آزاد شدن آنها را قرار میدهم. برای وطن و ملت خدمت میکنیم. مرافعه کار خود را به اتمام رسانید. به خدا خانه سردارم را پزمان شدیم. روزهای گذشته شب و روزمان در همینجا میگذشت. چندین مراتب در این دسترخوان نان و نمک خوردیم. بله. مرحمت کرده خورید. اپای هنر زنده بود. خیلی خوب بوده. با مزه شده است. روزها دیگر نمیاد. با من چای زپا. مرحمت. یک دور بود آمد و گذشت. شما سخن را نفهمیدید. موضوع را دیگر کنید. دادا بیایید خوراک خورید. نجیب کودک را گرفته سوز بیا. خوراک تیار است. اشتیاقتان بچه ها. فراموش نمیکنم. نیازی تو چی گپ را نمیفهمی؟ موضوع را دیگر کن گفتم. فراموش نمیکنم. در بازی فنربخچه
و بیشکتاش بود. مثل عقاب قناتش رو کشاند و چپ و راست میپرید. میدوید اما بفایده. خیری این ملنگ چی میگوید؟ نمیدونم. چی شد؟ راست میگوید بشکتاش آخر آن مراتبی که ما رو مغلوب کرد به فکرم الپرین تولد نشد. اینقدر بد هم نیست. این سخن زبی گلاتاسرای داره. ما همه وقت غالب بودیم غالب میمونیم. ما هم میدونیم یگان چیز. سخن این آدم رو تمامو گپ زنه که. ایسا یک دقیقه گپ نزن نقل داریم. یکی گل شد. گل رو کی زد؟ ندیدم. آخر ادای وظیفه میکردم. رویم طرفی تماشا بینام بود. سلامت باشه نیازی. قصت برای ما هم خیلی عجیب است. آکه چی گویم؟ موضوع رو دیگر کنید گفتید مثلا همین گپ آمد. آخر اکه نیازی چونان با جان نقل میکنی که گویا که شما گل زده باشه. من میبینم. توشین من خودم میبینم. شربو خیلی بالا زد آمده است. بله خیلی بالا زد بوده است. یک طبقه دیگر نمیخوایی؟ من بس کردم. با اشتهای تو چی شد نیازی؟ خیلی نبودی کو؟ خیریت که من بس کردم نباشد تو خوردن رو دوام میدودی. نیازی خوردن تو دیدم اشتیاه هم گشت. آقای سینان خوش آمدی. مرحمت. مهمان داری؟ بله بچه های ما. مرحمت بدروم درو. نه من نمیدارم. با تو یک دو سخن دارم. بیا کمی این طرف رویم. خیلی در درون گپ میزنیم. چرا چون آدمان گریزه در بیرون. مرحمت. خوب مایلش. بیا گذار. چیکار کنم؟ شکمم سیر نمیشود نیازی. بسیار نخور که میکفی. هر قدری که خورد هیچ فرقی نمیشود. یا توبه. یا اینو چی خوراندن در کنم؟ بابا؟ خوش آمدید بابا جان. خوش باشه. مرحمت خوش آمدید. میدانم سوال میکنید که این آدم در این خانه چی کار میکند. بگویم که چون این فکر نکردیم دروغ میشود. آقای سینان این سخن ها رو یک طرف کنید. مرحمت چینه؟ نه من تابی شما را خیره کردن نمیخواهم. چرا خیره میکردید؟ مرحمت گذارید. شنید. مرحمت کنید. مرحمت. بیاید بابا اینجا گذاره. بابا خوراک رو برو افغان زیتون کردم. شما دوست میدارد که؟ ای خدا چرا زحمت کشیدی؟ یکیت این آدم چرا اینجا آمده باشد؟ شاید با آن طرف مناسبتش بد شده باشد. صبر کن بویش میبراید. یگان سخن ناجا نگوی. مرحمت کرده گیرید بابا جان. رحمت دخترم. با دستتون چی شد؟ نه هیچ گم نه. کمی زخمی شد بستم. نجیب یک دو دقیقه تنها گپ میزدیم. یگان چی خورد بعد صحبت میکنیم. بین هم امشب همین جاییم. حالا وقت هست. چی شد؟ کار داریم. بخیر چی کار است؟ ما را میزنند. کی میزند؟ ما
چی خیر؟ از اینجا برآمدن میخواهی؟ بله. شد کسی هم نیست. وقت رو از دست نداده کار رو سر کنیم. اکا سیخ فهمو لیکن کباب نمیشویم آخیر. اگر سخن گفتن گیری تو رو نمیفهمم. اکا شما چی گفتن میخواهید؟ برای برآمدن از اینجا همدیگر رو میزنیم، بیمار خانه میبرن لیکن دوباره بر نمیگردانن. باز معیوب نشویم. اگر این سیخ را به تو نزنم به گردنت بند را میبینی، کدامش را انتخاب میکنی؟ سیخ یا بند؟ سیخ را. اما چقدر نرود. چقدر چقدر باشد همان قدر حقیقت است. کنیگر دستهایت را. انتظار مشو، یک بار بزن. تو هم بسیار سخن کردی. تیاری؟ بله تیارم. تیاری؟ تیارم. تیاری؟ بله. مثل مسعود شدم. توجیکان هالیدی تقدیم میکند. سلام علیکم. نام شما؟ تشریف. خیلی خوب. یک سوال. مرحبا. روزبیک فیضلی رو میشناسی؟ توبه جان شیرین، مکن تو جنگم چی گفتم اتکی نوگه زیمان گذاشتی، نشستم انتظارم تو بر نگشتی، با نگاهی پر فسانه بر دلم کردی تو خانه. ما گفتم امانت که روز 23 می ساعت 15 در تالار کاخ جامی کنسرت هنرمند دوست داشته شما روزبیک فیضلی برگزار می‌گردد. ما شما رو دعوت می‌نماییم. یک سوال. یک چیپتا نمیتونه کرد؟ چیپتا همش در خزانه کاخ جامی میتوانید به واسطه از اونجا دسترس نمایید. توبه. گفتی میخوام تو رو بیا آغوشم، گفته بودی که با تو هستم و با تو من میمونم. تفلی گریانم کلام بجوز از هسته تو بهودم میخوری مرا. این دباره چی صدگاه؟ عاشقی نکن که عاشقی دردی سودا آدم که شو خورد تو قشای سرش میگیرن. گلی گل پای کلی آره این پستش کجانم من از عاشقی بزارم کسی را دوست ندارم. پس از چندین صبوری کن بیا تو مای خانت بس کن دیگر با اکتا بود به تاجیکستان پامنو شده به تاجیکستان فراسیو بود تو را بود این دلی زارا آمین جان گلکو مرده ای بنان من هنوزم میروبانم جا کی بودم دایم بیانم
یک صورت برای زکنم پاسپورت. می آی باز می آی باز До свидания. نازی گل پری دلم میبری تا که بران من نگرانم باید عذابی بر سرم ای گلی ریحان بیا صدقه چشمانته برش که من تو رو نگفتم که تو سال و اکتبر رو بستری چک کن پربجت کن. دیرش یک دریا آب و یک سر خاک از همه داغانه ها و به لباسهای شما جلو می بخشد. شیخ در پاکیزگیش گپ نیست، گرچینی نکتهای گل هاست. بافی انتخاب زیاد است و طب نازک. بافی انتخاب انیق است و درست. اینها نه تنها خاک همچنین محصولات ایمایی نیز دارند. اگر خواهید که زندگیتان مثل من شیرین و گوارا گذارد، پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلیم را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985 88 90 90 زنگ زنید. الو سلام علیکم. شرکت قنادی آزلیم؟ بله خودش. همون باید دیدم رکلامتون دیدم، میگم همین قندو در حقیقت بود ازتن. بله هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم میگم شوخی نکنید. شنیدن کی بود مانند دیدن. هر سلامت باشید برادر. شنیدن کی بود مانند چشیدن. این رو رفته دیدن در کار.